سلام آقای انصاری، از برنامه شما خیلی سپاسگزار و ممنون هستیم. واقعا که برنامه خوب و دلانگیزی دارید. ما به طریق شما داریم هدایت میشیم. شما مردم مسلمانی هستی که مردم را از راه بد و بدیاری به راه راست هدایت میکنی. من خورشیدم از ایران، از روستای از یکی از استانهای بندرعباس. از برنامه بسیار خوب شما سپاسگزار و ممنون هستم. با یک دنیا امید و آرزو که در قلبم نافته است، میخواستم که بیانگر آن باشه که تو را دوست دارم. از موقعی که تو را دیدم روزها و شبها هم آن چهره زیبای تو در قلبم شعله‌ور میگردد. البته این را میگویم نمیخواهم مزاحم شما شده باشم، بلکه از قبل آن چهره زیبای تو در اعماق قلبم شعله‌ور میگشت. اگه آنچه در اندیشه داشتم برایت مینوشتم کتاب‌ها میشد، ولی حال آن را خیلی مختصر میگویم. دوست دارم. اگر تمام دنیا را با آن همه زیبایش به من دادن، همه را به خاک پای تو فدا میکردم. آقای انصاری، تو بهترین فرد رو دنیا هستی. شما بهشتیای آخرت هستی. امیدوارم که خدا ما را نیز هدایت کند. از شما سپاسگزار و ممنونیم. خدا حافظ.